وارونش نسبت ها رو هم. یکی از کارش شیطون وسواسه. آقا خداش بهت گفته اینقدر آب بکشی این پاکه، یارو ول نمیکنه. خدا بخشیده این نمیبخشه، این شیطانیه. ما داریم یک جای معصومین الگوی ما هستن، قبل از اینکه برن دستشویی چیکار میکردن؟ سر پاچه‌هاشون آب میپاشیدن. یه طرف میاد دستشویی میاد بیرون نگاه میکنه سر پاچه‌هاشو ببینه قطره خیسی چیزی هست یا نه. روایت داریم که این روایت مبنای در واقع وقاحتی تو این حوزه است. تقریبا همه علما اینو مبنا قرار دادن. یکی از یاران امام صادق ایستاده بود سر نماز، خون اومد از دماغش، خون دماغ شد. بعد خب اگر بین رو پیرنش ریخت یا روی زمین ریخت، اگر روی زمین ریخته باز ترشح نکرده باشه به سر پاچه‌هاشو بیرون. بعد از امام که پرسید، امام فرمود اصلا نباید نگاه می‌کردی، باید نمازتو تموم کرد. یعنی این کنجکاوی درست نیست، الهی و اسلامی هم نیست. آدمایی که وسواسن هم خودشون از دین زده میشن هم اطرافیانشون. من دیدم خانمایی هستن وسواسن، بچه‌هاشون به دین تمایل ندارن، چون تا بهشون میگه دین داری میگه یا خدا بابای ما رو در بیاره، دوباره ما رو تو لگن وای تکس بشوره در بیاره فلان. من دیدم و بدبخت مثلا بیرون میومد روزنامه پهن میکردن جلو پاش، برو از همینجا هموم بالا بریم دستشویی دستامون رو هموم. گفتم چه اینجوریه مادر شما؟ گفت بیچاره‌مون کرده، روزی 2 بار 3 بار بعضن ما رو میفرستم. گفتم بیماره آقا، خداش بخشیده این نمیبخشه. عجیبه دیگه، اینا دیگه کیان؟ اینا راهش چیه؟ شیطون نگاه کنید وسواس. من بگم چون خیلی سوال میپرسن. یه جام توی سخنرانی گفتم، یادم از مشهد و کجا داشتم برمیگردم تو دامغان وایستاده بودم، این نفر تلفنم زنگ زد، قشنگ یادمه، قبل نماز ظهر بود. گوشی رو که برداشتم، طرف گفت من به حدی وسواس گرفتم که با خودم میگم اگر دکمه‌های پیراهنمو توی 10 ثانیه نتونم باز بکنم بچه‌م میمیره. یا یه چیزی بهتون بگم خوب گوش کنید، اینم خیلی مبتلا بهه، جای روتون نمیشه برید بگید. بعضیا هستن خدای نکره تو ذهنشون توهین به برخی از مقدساتی میاد فکرش، درسته؟ و بابت این بسیار چی میشن؟ اذیت میشن. این کار شیطونه. و من آدم میشناسم میگفت من سر نماز نعوذ بالله به خدا فحش میدم، میگفت نماز گذاشتم کنار. که گفتم شیطون به هدفش رسیده. ببین تو دوست داری بابت اون فکری که سراغت میاد یا نه؟ قطعا خوشت نمیاد، درست شد؟ شیطان همین کار میخواد با تو بکنه. راه رهایی از وسواس چیه؟ اصلا به تو چه؟ راهش همینه، به تو چه؟ اصلا توجه نکنی. شیطان من تو ذهن میگه نگاه کن با این حرفا من مخلص خدام، این فوشا مال من نیست، هر چی میخوای بکنی بکن، خدافظ. یه بنده خدایی بود به من میگفتش که ببین نگاه کن اینا عجیبه ها، بعضی موقع ببین من همین الان که این نکته رو گفتم دیدم بعضی سر تکون دادن، یعنی نشونه تایید. خب مبتلا به من تا روش نمیشه برین اینجا بگی. یک میگن چون میگن بریم بگیم میگن دیوونه است. سرما بخوره میره دکترا، این مشکلات حاضر نیست سراغ روان درمان بره، فکر می‌کنه زشت فرمی یارو روانیه. نه این نیستش آقا. ببین طرف با خودش میگفتش که من بعضی موقع درو که میخوام باز بکنم با خودم یه لحظه احساس می‌کنم دستم به در میچسبه، با خودم فکر نمیرم نه که بره در باز بکنم. میگفت مثلا شما دیدید وقتی راجع به چیزی فکر میکنید تو فکرتون اون مسیر رو میرید، چه فردا برم دانشگاه قشنگ در باز میکنید میرید جلو کیفتون رو برمی‌دارید اینطوره. فونت خیلی سریعه. میگفت یهوی قفل میکرد فکرم رو چی؟ رو همین دره، نمیذاش ادامهش بدم. گفت دستم گیر میکنه، بخوام دستم بکشم این گوشتای دستم به دستگیر در میکشه فلان. بعد منش گفتم خوبه آفرین، راهش میرید چی گفتم بهش بگو ابی نره. خب باشه کندش به دره، دستم کند به دره، اصلا روده هام در بدم جو گفتم بمیرم به دره. مگه مرگ و زندگی دست خدا نی؟ خب پس به درک. آقا 24 ساعت نکشید به ما زنگ زد گفت خدا پدرتو بیامرزه، من از یه مشکل 2 ساله راحتم کردی، داشتم دیوونه میشدم. شده طرف به من میگفت خانومیه با تماس گرفته که من هی بچه‌م میره بیرون فکر میکنم میره زیر ماشین، میره زیر ماشین، الان خبرشو برام میاد، میرم اونجا میبینم پخش آسفالت شده فلان، گریه میکرد بنده خدا، بچه کوچیک. بعد بهش گفتم که ببخشید ناراحت نشید اگه میخواد، گفتم به درک بگو بچه رو بزن باش، مگه خدا نیافرینده داده میخواد پس درک. گفت یعنی چی خدا نکنه؟ گفتم همین دیگه، همین مشکل توه.
وسواس یعنی گیر. اون قوه وهم میاد چیکار میکنه؟ تو رو یه جا. وسواس یعنی به هم خوردن نسبت‌ها. 2 بار بعد آب بریزه 20 بار آب میریزه. نسبتش همینقدره، چرا بیشتر کمترش میکنی؟ بعد بگی آقا همه چی دست واسم میمیره. بعد یهو میبینی نمیتونه، چون تو سر گره رو باز میکنی تمامه. وسواس کلاف شیطونه. این سر کلافو که گرفتی همینجوری میکشی، تمومی نداره. بعدن که نخی ازت آویزون شد افتاد پایین همینجوری داره میکشی، سر کلافو گره میزنه به ته کلاف تا آخر عمرت بکش همینجوری. یه حلقه بسته رو همینجوری داره میکشی. این ویژگی وسواسه. اصلا توجه نکنید. شیطون اومد به گور پدر توی شیطون، من مخلص اهل بیتم، لج تو چون اینو گفتی فردا 2 رکعت هم نماز چیز میخونم، مستحبی اضافه میکنم به نمازام. توجه وقتی به چی توجه کنید، آقا به میمون فکر نکنید. اول اتفاقی میفته تو ذهنتون میمون مجسم میشه. درست شد؟ ببین اصلا نباید فکر رو رها کنید. خب میمیرم به درک باش تماش. ببین راحتت میکنه. یعنی نخو پاره کنید. شطرنج برره‌ای بازی کنید با شیطون. دیگه چجوری اونا بازی میکردن؟ لنگ دمپای میبرد بالا میکود وسط شطرنج. گفت بیا بسم الله. کیش مات. آره با شیطون. ببین با دو تا شیطان، دو تا 4 تا شیطون که نباید بازی بکنی که. اون اصلا برات مسیر میچینه. تو اگه قشنگ برات فلو چارت میشینه. شک نکن. میشینه برات فلو چارت میچینه دیگه. برای امشب بسته. این نکته رو بگم تا. میشینه برات یه فلو چارت درست میکنه. ببین خوب دقت کن. میگه خب اگر گفتی آری این فکر تو ذهنش میندازم، اگر گفت نه این، اگر فلان، بیچارت میکنه. میری 2 ساعت داری فکر میکنی، سرسام گرفتی، دیوونه شدی، اصلا اعصابت خورده، داغ کردی، آمپر چسبوندی. از اول باید با شطرنج برره‌ای بازی کنی. زمین بازی رو شیطون نباید تعریف بکنه. تو زمین بازی شیطون بازی بکنی تا آخر باید بازی بکنی. دور و تسلسل داره، میندازه دوباره تو دور. تسمه است. مبادا اینا به مردم رو درگیرن. بابا هی دارن ما زنگ میزنن، هی سوال میزنن تو سایتمون، هی اس ام اس میدن، هی نمیدونم چه. اینا عجب. بعد میپرسم که میبینم خانواده مذهبیه طرف. بعضی از این طرف کارش به جای رسید میگه من نماز گذاشتم کنار به خاطر این چیزا. دقیقاً شیطان به هدفش رسید. بعضی این در مورد برخی از اهل بیت پیش میاد. عاشق اهل بیت میاد روزه یا یه فکر بدی میاد تو ذهنش. توجه نکن. همون لحظه 2 تا صلوات بفرست. بگو ببین این کار کردی که من توهین کنم، من عمدن صلوات میفرستم که چی؟ درود خدا رو هم بفرستم تا چش تو درات. اصلا بگی هر دفعه عزیمت این کارو کنی من 10 تا صلوات میفرستم. اگه دوست داری صلوات بفرست با شما تو هم بگو من صلواتام میفرستم. تو زمین اون بازی نکن که تو زمین بازی تو بچین. خب برای امشب